مسئله که تمام معلوم است برای در بین جامعه ما که بعضی از حرکت‌ها بعضی از تبلیغات طبق سندهای جاری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب سود عالی قرار سود پول سود عالی قانون پاکستان همچون حرکت‌های جنایی اعلام شدند که یا زیاده از 10 حرکت می‌باشد و من خبردار کردنی هستم که این گروه پیشتکی ما وظیفه با مقصد ما همین که با شما را آگاه کنیم امروز قانونگذار پاکستان قانونگذار جمهوری پاکستان این حرکت‌ها را که جمعی اعلام کرده است اگر در کسی از نمازها این نشانه‌ها و علامت‌هایی که ظاهر می‌گردند در همون گروهی که همچون جنایت به اعتراف شده است ما یعنی قانونگذاری که بوده با آنها یعنی به وسیله تصرفات می‌گیرد و آنها را به وسیله از مسئله تفصیل می‌کنند. بنابراین یعنی جوابدهی حقوقی نسبت به آنها پیش‌بینی شده است طبق قانونگذاری امروزه. یعنی من مطمئن هستم که در جهان اسلام در مکتب حکم ابوحنیفه رعایت کردن ترتیب نظام امر مستحب و امر سنت را دارد و ببینید در کجایی که ترتیب نظام باشد در اونجا کارم نمازم و روزنم اول در بعضی مواردها ترتیب صورت هم سنت هم واجب هم میگیرد یعنی رعایت کردن وقت و دیگر مسائلی که امروز در مکتب حکم ابوحنیفه مشهور است و برای اینکه امروز بعضی از تحقیق‌های و دیگر فرهنگ و مدنیت و معرفت دیگر مردم امروز می‌بینند که عریان است یا که بدخلقی جنسی بدن انسان معین است می‌بخشد الحمدلله سبحان الله این سطح این مرد است و امروز می‌بینیم که این دین مقدس دین اسلام را بسیار در جامعه‌ها از صحت کردن از خوب کردن در بین مسلمان‌ها در بین جامعه امروزی ما پوله زمین ناآرامی را جاری کردند و ما امروز قانون‌های امروزه هیچ کس را با اعتقاد دینیش محکوم نکرده است و چیزی هم نگفته است و نمی‌گوید فقط مقصد از قانون‌ها امروز کارمندان و کارهای داخلند مسئولیت حقوقی برگردن خود دارند که دفاعی کسب می‌کنند و وظیفه آنها تأمین نمودن ترتیبات جمعیتی تأمین نمودن حقوق شما هنگام نماز گذاشتن که باید آرامی آسایشتگی خاطر جمع را نماز را ادا کنید و جوان‌ها شهروندانی را که بعد در بعضی از جمهوری‌های همسایه می‌بینیم که بعضی مسئله‌های بسیار ناجور اختلاف‌ها جنگ و جدال برپا می‌آید این از رعایت نکردن و استفاده نبردن و اجرا نکردن اولا قانون شریعت خدا و بعد قانون‌گذار می‌باشد و امروز اتفاق علمای اسلام در مسئله آن مسئله‌ای که امروز جهاد گفتند و جوان‌ها سفرخط می‌کنند بیخانه و بد می‌کنند فرزندهای آنها بی‌پدر و مادر پدرهای مادرهای آنها در اذیت هستند این را جهاد این را فتنه اعلام کردند و بازم تکرار می‌کنم در این مسئله باید هوشیار باشد که این جهاد نیز این فتنه است پیغمبر خدا قال رسول الله توصیدند که جهاد قال رسول الله افضل الجهاد جهاد النفس گفتند بهترین جهاد بر نفس خود کردن است أشهد أن لا إله إلا الله